بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. و یاد دارید وقتی را که خداوند پیمان استوار از پیامبران گرفت که چون به شما از کتاب و حکمت دادم، بعد از آن به شما پیامبری آمد که تصدیق کننده همان چیزی بود که با شما است، باید به او ایمان آورید و باید که او را مددکاری کنید. سپس خداوند گفت آیا اقرار کردید و به این پیمان مرا گرفتید؟ گفتند اقرار کردیم. خداوند گفت پس گواه باشید و من با شما زمره گواهان هستم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. پس کسی که بعد از این برگردد، این مردم همین هایند فاسق. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. آیا به جز دین خدا دین دیگر را می طلبند، در حالی که همه کسانی که در آسمان ها و زمین اند به خوشی و ناخوش خود را به او تسلیم کرده اند، یعنی اسلام را پذیرفته اند و به سوی او بازگردانیده می شوند.